آیا می‌دانستید سگ‌ها چهارمین موجود قاتل انسان‌ها به شمار می‌روند؟ حملات مرگبار سگ در ایالات متحده باعث بروز این اتفاقات می‌شود. مرگ 30 تا 50 نفر در هر سال. بر اساس مرکز ملی آمار بهداشت 468 مرگ در ایالات متحده بر اثر گاز گرفتن سگ بین سال‌های 2011 تا 2021 رخ داده است. 31 مرگ در سال 2016 و بالاترین میزان مرگ امید 81 مورد در سال 2021 بود. کودکان بین 1 تا 4 سال اغلب قربانی می‌شوند که 21% از تلفات ناشی از حمله سگ‌ها در سال 2022 را تشکیل می‌دهند. سالانه حدود 4.5 میلیون آمریکایی توسط سگ گاز گرفته می‌شوند که در نتیجه حدود 800,000 نفر به دنبال درمان از پزشک هستند. سگ‌ها نه تنها در اثر گزش باعث عوارض مرگومی می‌شوند، بلکه ممکن است عفونت‌های مشترک بین انسان و دام را نیز منتقل کنند که ممکن است منجر به بیماری یا حتی مرگ شود. در این ویدیو قصد داریم 10 تا از آدمخوارترین سگ‌ها را به شما معرفی کنیم. چاو چاو یک نژاد سگ است که منشأ آن را چین شمالی می‌دانند. یکی از ویژگی‌های خاص این نژاد زبان آبی تیره یا بنفش این سگ است. این ویژگی تنها در سگ‌های چاو چاو و سگ‌های نژاد شادپی وجود دارد. چاو چاو دارای موهای انبوه و بلند است که می‌تواند نرم یا زبر باشد. این پوشش در اطراف گردن کوتاه‌تر است و این ویژگی به حیوان چهره شیرمانند می‌بخشد. این سگ دارای جثه‌ای تنومند با جمجمه کوچک، پهن، مثلثی و گوش‌های گرد و ایستاده و پاهای بلند و دمی پشمالو است. وزن در نرها تا 32 کیلوگرم و در ماده‌ها 12 تا 27 کیلوگرم است. ارتفاع این سگ نیز 48 تا 56 سانتی متر است. بینی سیاه رنگ و در مواردی آبی تیره میباشد. پوشش بدن و موها بسیار متراکم میباشد و به رنگ‌های قرمز، آبی، دارچینی، حنایی و کرمیت و ترکیبی از این رنگ‌ها قابل مشاهده است. چشم‌ها بادامی شکل و عمیق است و دید حیوان محدود است. پاهای صاف و کشیده باعث می‌شود که این سگ در راه رفتن بسیار باشکوه ظاهر شود. چوچوها معمولا به عنوان حیوان خانگی در منزل نگهداری می‌شوند و بیشتر از مالکان اموال محافظت می‌کنند. چوچوها بیش از حد فعال نیستند و می‌توانند در یک آپارتمان ساکن شوند، اما برای جلوگیری از بیقراری و بی‌حوصلگی ورزش روزانه نیاز دارند. این نژاد سگ پیوندهای قوی بسیاری با دوستان و خانواده دارد و معمولا از 1 یا 2 عضو اصلی خانواده با شدت بیشتری محافظت می‌کند. این سگ معمولا آرام و خوش‌رفتار است، اما در برابر آموزش به خصوص پس از بلوغ مقاومت می‌کنند. چوچوها در تعامل با غریبه بسیار مردد هستند. با تمرین و آموزش در سنین پایین می‌توان از این مشکل جلوگیری کرد. به دلیل غریزه شکارگری قوی توصیه می‌شود که این سگ‌ها با قلاده و پشت حفاظ یا فنس و دور از گربه‌ها و سگ‌ها و جانوران کوچک نگهداری شوند. در مطالعه‌ای در ژورنال انجمن دامپزشکی آمریکا، چوچو عامل 8 مورد از 238 مرگ از گاز گرفتگی توسط سگ طی سال‌های 1979 تا 1998 بوده است. دوبرمن پینچر که به اختصار دوبرمن هم گفته می شود، یکی از معروف‌ترین سگ‌های پرورش یافته به دست انسان است و از نظر تیزهوشی و هوشیاری، شجاعت و وفاداری شناخته شده است. اغلب به عنوان سگ گارد یا سگ پلیس استفاده می شود. این سگ در سال 1890 توسط کارل فردریش لوئیس دوبرمن پرورش یافت. سگ دوبرمن گونه‌ای از وحشی‌ترین و وفادارترین سگ‌های جهان است. دوبرمن دارای بدنی متوسط با ساختار بدنی قوی و عضلانی با خطوطی زیبا و خوشنقش در بدن و ظاهری مغرورانه است. این نژاد در ابتدا به عنوان سگ محافظت پرورش داده میشد. بنابراین نرها باید بدنی عضلانی و قوی داشته باشند. ماده‌ها لاغرتر هستند، اما نباید دوکی شکل باشند. قد آنها با طولشان برابر است و طول سر و گردن و پاها باید در تناسب با بدنشان باشد. آنها بدنی عضلانی ورزشی با استقامت و پرسرعت دارند. وزن استانداردی برای این نژاد تعریف نشده، اما یک سگ مطلوب باید سایز مناسب برای آمیزش و چالاکی و استقامت داشته باشد. به طور معمول وزن در نرها بین 34 تا 45 کیلوگرم و در ماده‌ها بین 27 تا 41 کیلوگرم است. مالاموت آلاسکایی نام نژاد قدرتمند و بسیار باهوش این سگ است. مالاموت بسیار زیبا و با جذبه است و دارای دم پرپشت است. بدن این نژاد پوشیده شده از مو. این سگ در رنگ‌های سفید، سفید و خاکستری، سفید و مشکی، سفید و قرمز و سفید و قهوه‌ای روشن یافت می‌شود. در جنس نرها وزن این حیوان 37 تا 40 کیلوگرم و در جنس ماده‌ها 33 تا 39 کیلوگرم میباشد. اندازه این نژاد در جنس نر حدود 60 سانتی متر و در جنس ماده حدود 55 سانتی متر است. معمولاً مالاموت دارای تاج اروپایی در بین دو چشم است و علاقه خاصی به ابراز محبت با لیسیدن دارد. سگ دالماسی یکی از نژادهای سگ در اندازه بزرگ است و ویژگی مهم آن خالخالی بودن آن است. خاستگاه این نژاد منطقه دالماسی در کرواسی است. دالماسی‌ها معمولاً در هر زایمان 6 تا 9 توله دارند. سگ‌های دالماسی دارای یک پوشش سفید خالدار با خال‌های تیره هستند.
در ابتدا این نژاد به عنوان سگ شکاری پرورش یافت و در روزهای اولیه از تاریخ پیدایش همچنین به عنوان سگ همراه کالسکی نیز استفاده میشد. ریشه های این نژاد را میتوان به کرواسی امروزی و منطقه تاریخی دالماسی در این کشور نسبت داد. امروز این نژاد یک حیوان خانگی محبوب است و بسیاری از علاقه‌مندان دالماسی ها را در مسابقات باشگاهی پرورش و نمایش سگ شرکت میدهند. ژرمن شپرد سگ چوپان آلمانی یکی از نژادهای اصیل آلمانی است که برای نخستین بار در سال 1899 ثبت گردید. سگ ژرمن سگی باهوش، شجاع و مناسب برای کارهای مختلف از جمله گله‌داری، نگهبانی، راهنمای نابینان، همراه خانواده و جستجو و نجات است. قد استاندارد در نرها 60 تا 65 سانتی متر و در ماده‌ها 55 تا 60 سانتی متر است. این نژاد را اکثر و بیشتر افراد به دلیل استفاده در فیلم‌های نظیر رکس میشناسند و همچنین این سگ حضوری مؤثر در صحنه‌های امدادی دارد. در خاورمیانه دسته‌ای از شپردهای پلاس فراوان هستند، اما نژاد ژرمن شپرد بیشتر اروپا دیده شده است. ژرمن شپرد در تمام ایام به دلیل رفتار و ساختار بدنی ممتازش در سایر نژادها مورد انتخاب قرار گرفته است و حتی ویژگی‌های دفاعی و تربیت‌های اختصاصی آن نیز به معرض قضاوت گذارده می‌شود. مهمترین ویژگی در این نژاد رفتارهای اشرافی، شهامت و توانایی آموختن رفتارها و فعالیت‌های اختصاصی است. نخستین ویژگی یک ژرمن شپرد خوب قدرت، چالاکی، عضلات مناسب و هوشیاری است. رنگ در سگ‌های ژرمن شپرد متفاوت است و تقریباً اکثر رنگ‌ها قابل قبول هستند. با وجود این رنگ‌های خیلی کم رنگ یا سفید یک دست قابل قبول نمی‌باشد. البته قابل ذکر است که یک ژرمن اصیل حتما نباید دارای شیب باشد. بسیاری از نژادهای اصیل ژرمن که از مولدین اولیه بدون شیب هستند. گریت دین یا دانمارکی بزرگ از نژادهای سگ نگهبان است که اصلیتی آلمانی دارد. در این سگ قدرت و نیرومندی و زیبایی مشاهده می شود. برخلاف نامش، اصلیت این نژاد آلمانی است و هیچ ربطی به دانمارک ندارد. استاندارد این سگ عبارت است از حداقل قد در نرها 80 و در ماده 72 سانتی متر و وزن در حدود 60 کیلوگرم. گریت دین دارای 8 رنگ اصلی و استاندارد به رنگ‌های سیاه یک دست بدون لکه سفید یا همراه با لکه‌های سفید در زیر گلو، جلوی سینه و پاها، حنایی یا نخودی با پوزه‌ها و ناخن‌های سیاه که فان نامیده می‌شود، آبی فولادی یا بلو، ابلق یا هارلی کوین و مخلوط زرد طلایی روشن یا تیره با رگه‌های سیاه یافت می شود. در تمام انواع این نژاد پوشش بدن کوتاه، نرم، چسبنده و درخشان است. گریت دین اساساً سگی است ملایم، مهربان، صبور، ولی چنانچه صاحبش مورد تهدید بیگانه قرار گیرد چهره‌ای تهاجمی به خود می‌گیرد. این سگ در حال حاضر بیشتر جهت نگهبانی و دیدبانی به کار گرفته می شود و در ایران امور مربوط به این نژاد زیر نظر مرکز تحقیقات و ثبت گریت دین انجام می شود. پیتبول از جفتگیری میان بولداگ و تریر به دست آمدند. سگی که از این جفتگیری به دست آمده شهامت و چابکی تریر و نیرومندی بولداگ را دارد. سگ‌های تریر دارای نژاد مختلفی هستند که این نژادها به خاطر خصوصیات اخلاقی و ظاهری خاصی که دارند در گروه سگ‌های تریر قرار گرفتند. این گروه از سگ‌ها با توجه به اینکه جثه کوچک تا متوسطی دارند ولی انرژی و شجاعت بالایی دارند، به صورتی که در گذشته از این سگ‌ها به عنوان سگ‌های شکاری استفاده می‌شد. این سگ یک سگ مهربان است و رفتار دوستانه‌ای با انسان دارد. پیتبول از اعتماد به نفس بالایی برخوردار است. این سگ در دفاع از خانواده و صاحب خود خیلی شجاع است و به خاطر همین می‌تواند یک سگ نگهبان و گارد خوبی باشد. سگ پیتبول یک سگ نسبتاً بزرگ به حساب می‌آید. قد سگ‌های نر چیزی حدود 40 تا 70 سانتی متر و وزنی بین 14 تا 38 کیلوگرم دارند. سگ‌های ماده هم قدی بین 26 تا 48 سانتی متر و وزنی بین 14 تا 38 کیلوگرم دارند. این سگ‌ها علاوه بر جثه بزرگش دارای فکی قدرتمند و بدنی عضلانی است. این سگ یکی از قدرتمندترین سگ‌های دنیاست. به همین دلیل می‌توان از آن به عنوان سگ گارد و نگهبان هم استفاده کرد. فک‌های قدرتمند و محکم این سگ به طور مستطیل یا مربعی شکل کنار هم قرار گرفتند و همین موضوع باعث شده تا قدرت گاز گرفتن این سگ نسبت به سایر نژادها بیشتر باشد. چشم‌های این سگ در رنگ‌های متنوعی وجود دارد. بجز رنگ آبی، این سگ دارای گوش‌های افتاده و دم کوتاه، گردن کلفت و عضلانی است. موهای بدن پیتبول ضخیم، براق و کوتاه است. تنوع رنگی در سگ‌های پیتبول هم وجود دارد. این سگ می‌تواند یک رنگ یک دست داشته باشد یا با خال‌های قهوه‌ای، سفید و حتی قرمز وجود داشته باشد. روتوایلر یک نژاد سگ نگهبان است که خاستگاه آن به کشور آلمان و شهر روتوایل باز می‌گردد. در گذشته این سگ جهت محافظت از احشام توسط گله‌دارها مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما بعدها صفات پسندیده این نژاد آن را به عنوان سگ نگهبان به خوبی مطرح کرد.
ارتفاع سگ نر 60 تا 68 سانتی متر و ارتفاع سگ ماده 55 تا 65 سانتی متر است. این سگ دارای گردنی قوی، سری پهن، گوش‌های کوچک و پوششی به رنگ سیاه و خرمایی است. این سگ نجابت هنرمندی را در خود جای داده است. دمش کوتاه و افقی است. این سگ همیشه آماده دفاع از صاحبش است. خیلی وقت شناس است. این سگ زمان انجام وظیفه و ترک خدمت را به خوبی تشخیص می‌دهد. با اینکه ذاتاً خشن نیست ولی در این حال مقابل دشمن خطرناک است. نسبت به صاحبش همیشه مهربان و با وفا است. اطفال را دوست دارد. حافظه قوی دارد و آموخته‌هایش را هیچگاه از یاد نمیبرد. زندگی صمیمی را دوست دارد و با وجود سنگینی وزنش حرکات سریعی دارد. سابقه این نژاد به امپراتوری روم باز می‌گردد. روتوایلر 42 دندان به صورت کامل را دارد. از این رو از ویژگی‌های این سگ فرمول دندان کامل آن است. سگ روتوایلر در حدود 8 الی 10 سال عمر می‌کند. هاسکی سیبریایی یکی از نژادهای سگ با جثه‌ای متوسط است. نژاد این سگ در خانواده ژنتیکی اشپیتز قرار دارد و به عنوان سگ سورتمه مورد استفاده است. هاسکی ها با گوش‌های برافراشته مثلثی شکل، طرح‌ها و رنگ‌های ویژه و پوشش ضخیم دولایه شناخته می‌شوند. هاسکی شباهت زیادی به سگ مالاموت دارد، اما از آن کوچکتر است. منشأ اولیه هاسکی در شمال شرقی آسیا است و به عنوان سگ همراه انسان و برای کشیدن سورتمه‌ها توسط قوم چوکچی در سیبری پرورش و تکثیر یافت. این سگ در حال حاضر به عنوان یک حیوان خانگی نگهداری می شود، اما در مواردی محدود در سوتمرانی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. هاسکی سگ قدرتمند و کاری است و در همه رنگ‌ها از سیاه یک دست تا سفیدی کمیاب هستند یافت می شود. معمولاً به صورت دو رنگ سیاه و سفید، توسی و سفید هستند و البته گاهی مالاموت‌های آلاسکایی با این نژاد ترکیب می‌شوند، یا که مالاموت‌ها به رنگ‌های نارنجی و طلایی معرفت بیشتری دارند و نمونه چشم آبی آن از قیمت بیشتری برخوردار است. آلاسکاین هاسکی نیز همان سیبریایی است که به آلاسکا انتقال داده شده و از آنجا پرورش داده شده و با اختلاف کمی از نمونه اصلی که اختلافات این دو در اندازه، خطوط صورت و خصوصیات رفتاری است که آلاسکایی‌ها فاقد خطوط اند و بیشتر سگ گله و سورتمه کش هستند و بیشتر به رنگ خاکستری و سفید یافت می‌شوند و رنگ چشم بیشتری آنها رنگ‌های تیری است که در اکثر سگ‌ها صورت و زیر بدن سفید است. گوش‌ها حالت برافراشته و نوک تیز دارند و همانند سایر نژادهای سگ در سیبری دارای چشمان آبی رنگ می‌باشند. چشم‌های ما گاهی اوقات نیز دو رنگ است، آبی قهوه‌ای. گرگاس یا سگ گرگی حیوان دورگی است که از جفتگیری سگ گرگ پدید آمده. از آنجا که سگ اهلی زیرگونی از خاکستری به شمار می رود، پس می توان گرگی را نژادی از سگ نیز به شمار آورد. با توجه به این که نسل تمامی سگ‌ها به زیرگونه هایی از گرگ می رسد، گرگی سگی است که خون گرگ را از 5 جد نزدیک خود به ارث برده باشد. نام‌های فارسی دیگر این جانور گرگ سگ و سگ گرگ است. بیشترین جمعیت گرگی‌ها در ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کنند. شمار گرگی‌ها در این کشور در سال 1998 حدود 300,000 برآورده شده که برخی منابع آن را تا 500,000 بالا می‌برند. برای تولید گرگی معمولاً گرگ خاکستری را با سگی از نژادهای گرگ مانند ژرمن شپرد یا سیبریان هاسکی یا مالاموت آلاسکایی جفت می‌کنند. از آنجا که ساختار ژنی گرگی ترکیبی از آن سگ و آن گرگ است، ویژگی‌های جسمی و رفتاریش ممکن است به هر یک از آنها شبیه شود و چندان قابل پیش بینی نیست. خب دوستان، امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه و هر نظر و هر انتقادی که راجع به ویدیوها دارید ممنون میشم با ما در کامنت ها در میان بگذارید. دوستدار شما، کانال گاو بنفش.